اوکی. ببین برای مثلثی ها ما اینجا یه دونه چیز داریم، تریانگل داریم. ببین این خودش یه جدوله که به من چی میده؟ مثلث میده. یه جدول مثلثی میده. اینش رو تو کورل هم داریم، فقط اون مثلثی نمیده، چیز میده. الان اینجا از من چیز میخواد، پلینش که همین سطح زیرمه، سایزش هم که مثلا میذارم 100 فرضاً. خب حالا اینجا چی میگه؟ میگه تو محور x چند تا میخوای، تو محور y چند تا میخوای. اینم از همون 100 کپی میگیرم، کنترل سی بی. اوکی. اینو میدم به این، اینم میدم به این. اینو کمش میکنم، مثلا چقدرش میکنم؟ مثلا میکنمش 10 تا مثلث. اینم میکنمش، اصلا بیا بکنیمش اوکی 3 در مثلا 4. خب حالا از این ببین خروجیش یکی سلول هاشه، یکی پوینت هاشه. ببین الان یه پوینت میارم، پوینت. خب ببین کجاها رو داره به من میده، مرکزات رو خودش داره به من میده. درست. الان یه کروم میارم، ببین الان خود خطاش هم داره به من میده، سلولاشو داره. اینا هر کدوم یه سلول دیگه، این سلز داده. خب با این کاری نداریم. الان میخوام اینو یه ذره کوچیکش کنم، یه افست ازش میگیرم، یه دونه افست کرو میگیرم، ابزار افست همو میارم، از این میدم به این. از من چی میخواد؟ دیستانس میخواد. با دیستانس همون فاصله است. به فاصله میگم مثلا 20 تا دونه بده. اوکی. این 20 تا فاصله داریم، 20 تا رو میدم به دیستانس. فقط یه مشکلی هست، الان دورگیری به بیرون داد، ایرادی نداره. 20 رو باید منفیش کنم، معکوسش کنم. الان میگم اینو برای من، نه ببخشید، نگاتیوش کن، نگاتیوش، منفیش کن، همین عدد رو منفی کن. میدم به نگاتیو، از نگاتیو میدم به دیستانس. ببین الان چی شد؟ الان اومد داخل. خب الان بزرگش میکنم یا کوچیکش میکنم؟ اوکی. الان این شیارم رو ساخت، خطای بغل رو نمیخوام، جدولم رو برمیدارم، ایرادی نداره. ببین میزنم روش راست کلیک میکنم، پریویوش رو قطع میکنم. الان فقط مثلث‌های داخل رو دارم. درست. الان این کروا رو به من داد. از کروا الان یه مشکلی دارن، در اصل انگار با هم ویلد شدن. من میخوام از هم بازشون کنم. چجوری نقطه ها رو میگیری از هم باز میکنی؟ یه اکسپلود که یاد گرفتی دیگه. این اکسپلود آبجکت هم اکسپلود میکنم. الان تبدیل شد به یه سری خط جدای از هم. خب اند پوینت رو میارم. ببین اند پوینت، نقاط آخر سر و ته خطامو میخوام. اوکی. میام چیکار میکنم؟ یه دونه الان نوک این، ببین توی نوک این چی دارم؟ بزنین ورود خروجیام. ببین الان کرو دارم. ببین یک کرو، دو کرو، سه کرو. خب سه تا کرو جدا دارم. تو هر دیت هایی که میاد سه تا کرو جدا هست. من سه تاشو نمیخوام، مثلا یه دونه از این میخوام، یه دونه از این. یه تا کروا اضافه است الان برای من. چرا؟ چون نقاط نوکش رو نیاز دارم. اکسپلود کردم. بذار اینو فعلا پاک کنم. اکسپلود کردم. یه دونه لیست آیتم میخوام. لیست این لیست آیتم 1 2 3. اوکی. الان یه خروجی، دو خروجی، سه خروجی. ببین الان اینو میدم به لیستم. الان همینو بیارم چی بهم میده؟ ببین الان یه دونه میده. چجوری؟ میگه این خط، این خط، این خط، این خط. اگر تعداد اینا رو، الان تعداد مثلثام چند تاست؟ حالا هر چند تا. ببین الان تعدادش رو اینجا کم کنم. ببین 12 تا. مثلا اینو بکنمش یه دونه در مثلا 2 تا، این اینجا به من 2 تا دیتا میده. درست. اینو پاک میکنم. الان میگم کرو
کرو آوردم، همون خط نمونه دیگه. ببینم کدوم مثلث رو برداشته. ببین یکی از خطا رو برداشته، درست. کنترل سی، از اینم یه کپی میگیرم. میخوام نوک نقاط اینو چی بیارمش. میام یه دونه از این میدم. ببین این دوتا رو به من داد، درست. الان اگه از این خطم به این بدم، نوک این یکی هم به من داد. حالا یکی از این نقاط اضافه است، باید اون اضافه رو پیدا کنم که چون نمیخوامش. الان اینجا سر خروجیم 4 تا نقطه دارم، در حالی که من اینجا 3 تا نقطه دارم. پس یکیش افتاده 2 تا رو هم دیگه. یه دونه پوینت میارم. ببین پوینت، یه پوینت میارم. ببین میدم به این پایینی است، یکیشه. خب درست. سی وی یکی دیگه هم میگیرم، اینم این بالایی است. الان یکی از پایینی ها رو میخوام. ببین الان از این همین یه دونه رو میخوام. ببین همین یه دونه. پس شد چی؟ یه نقطه، 2 نقطه، 3 نقطه. 3 تا نقطه مثلث رو پیدا کردم. نقطه مرکزی هم این خودش به من داده. ببین نقطه مرکزی رو خودش به من داده. الان من تمام عناصری که برای کشیدن اون خط برشم میخوام و چی دارم. میخوام الان نقطه دارم، میخوام باش خط رسم کنم. ببین لاین، الان لاین رسم میکنم. چند تا لاین میخوام؟ 3 تا لاین میخوام. 1 2، ببین این 2 تا، این هم 3 تا لاین دارم، درست. حالا از ببین این که بین همشون مشترکه، یعنی قراره همشون بیان به این برسن دیگه. پس همشون یکی از ورودیاشون اینه. ببین این یه لاین، این 2 لاینه، این هم 3 لاینه، درست. حالا یه دونه از این به این میدم، به این وایس. الان یه اتفاقی افتاد. خب اومد دیدی چیکار کرد؟ از این به این مثلث هم گرفت. ایرادی نداره. من الان میام چیکار میکنم؟ میام خروجیمو چی؟ دیتامو به صورت لیست میام پایین. خب الان من از این نمیتونم استفاده کنم. خب این نمیتونم استفاده کنم، ایرادی نداره. چرا نمیتونم استفاده کنم؟ چون این مرکز اون مثلث هاست. ببین این پیریوا، این در اصل مرکز این مثلث. من مرکز این مثلث وسطی ها رو نیاز دارم. اینو حذف میکنم. خب میگم سنتر، پولیگون سنتر. خب از این میدم به این پولیگون سنتر به من میده. خب از نقطه این استفاده میکنم برای این. ببین درست شد. اوکی دیدی؟ الان تعدادش رو بالا پایین کنیم ببینیم درست در میاد یا نه. ببین این الان چی شد؟ همه رو داره به من خطشو میده. خب من الان یه مشکلی هست. ببین الان همه رو بزرگ کوچیک میکنم. من الان نمیخوام این همین جایی که شیار زدم تا خرطناق برش بخوره. میخوام این نقطه رو یه ذره بیام چی؟ جلوتر. چی کارش میکنم؟ ببین الان 3 تا خط دارم دیگه. بذار اینا رو کوچیک کنم. این قشنگ کوچیکش کنم. سه تا خط جدا دارم دیگه. میتونم با یه ابزاری دارم که روی این خط برای من چی انتخاب کنه؟ به اصطلاح نقطه انتخاب کنه، درست. اسم ابزاره پوینت
آن کرو، پوینت آن کرو. خب یعنی یک نقطه روی کرو. درست؟ عددی که داخل این نوشته میشه به اندازه طول خطمه. ببین الان من اینو میدم به این، ببین اومد اینجا طول خطم هرچیه از نوکش تا تهش این برای من یه دونه چیز انتخاب میکنه، اسمش چیه؟ نقطه انتخاب میکنه. الان چی کار میکنم؟ ببین هم از این خط، هم از این خط و هم از این خط میام چی؟ نقطه خط انتخاب میکنم. ببین الان میتونم اینا رو چی؟ بالا پایینش کنم. حالا هر چی تا الان کار انجام دادم، خب نمیخوام ببینمشون، نمیخوام اینا رو ببینم. میام چی کار میکنم؟ یه دونه از این لاین ها رو بذار کپی نگیریم الان، چون احتمال داره که میام کل این مجموعه رو این پوینت سنت، بذار یه پوینت به این بدم، پوینت این پوینت رو دادم به این که اینو داشته باشم اینجا، اینو میذارم کنار، اینو دارم. الان نوک این یه سری هم چی دارم؟ اسمش چیه؟ خط نقطه دارم که دارم انتخاب میکنم. اینو میخوام، این شیارمه. خب این شیارم برم پیدا کنم، کجا بود؟ شیارم اینا بود. خب یه کروم به این بدم، کرو، که بتونم بعداً بدونم خروجیام کجاست، راحت بدم برای CNC. از این کرو میدم به اینم از این، هرچی دارم و خاموش میکنم دیگه. این مرحله با این دیگه کاری نداریم. پریویو آف. اوکی. حالا اینجا الان 3 تا دیگه من باید خط رسم کنم، ولی چون دیگه هر چیزی میخوام این تو هست دیگه لازم نیست 3 تا لاین رسم کنم. ببین لاین رو نصب میکنم، لاین رو میدم به این، اینم میدم به این. اوکی. این الان چی شد؟ اینم میام کنار، با اینم کاری ندارم. این کروه چیز، این کروه شیار. ببین جلوش می نویسم، بایست یه دونه اینجا باید بعدم بنویسیم شیار. اینم چی؟ باز کرو میدم، کرو میدم اینجا. اینم برشمه. خب این الانگ برش میزنم، اینو الانگ شیار میزنم. الان دست خودمه 3 تا پارامتر اصلی دارم، با اینکه کاری نداریم. این بیاد اینجا، این تراکمشه، این تعدادشه. خب بذار این نقطه ها رو هم بردارم. ببین این نقطه ها رو هم پریویوشو آف کنم، کاری باش ندارم. این پریویو رو هم آف میکنم، باهاش کاری ندارم. درست؟ الان همه چی دیگه تو دست منه. یکی اینه، بیام بذارمش اینجا، یکی هم ایناست. درست؟ بفهم. الان اینو هم میتونم بزرگش کنم به هر تعداد سایزی که میخوام، تراکمشو بالا پایین کنم. یه پارامتر دیگه هم دارم اینجاست، مال همینه دیگه، نه همینه. آها، به این فاصله بین خودشونه. خب این کار الان میخواستی توی کورل انجام بدی میتونی انجام بدی ها، ولی هر بار باید اینا رو چی؟ درست کنی. یه بار اینو درست کنی دیگه تمومه. فقط اینو وارد میکنی، عدداشو وارد میکنی، از اینجا خروجی میگیری، تمام. این الان آماده شد به همین راحتی.